ما برای چی همه زنکه گرفتم؟ تو چی در کاری در همین خانه؟ تو نه لباسای ما رو بشویی روز این قاد شده نه تو ما اوقات کنی نه لباسی ما رو اوتی کنی تو یک تگمر دختر نمیدی که ما با حضور بپوشیم تو چی در کاری در همین خانه؟ چی کلی زنکی تو؟ ای خدا جان یک دختری 17 ساله خوشروی بودم این siz یاشی هم حیف کردی مردک حیف کردی من احمق بودم من به عقل بودم که با شما رسیدم ایوی فهمیدین؟ تو شکر بگو که ما تره گرفتم فهمیدی؟ شکر بگو خیلی با خشنو بگیر همیم شکر بگو که ما تره گرفتم من چه تره گرفتم من نمیدونم تو نه خشنو باشی نه هنرمند ایوی همین وقتی تره گرفتن دکو ما باید که یک آدم به عقلی به سوادی اینمی کل کدوی اینمی گاو بودم که تره گرفتم به یک گاو بودم اینمی گاو بودم که تره گرفتم گاو بودم گوش کنه اگر یادت گاو باشه یادت به عقل با من کی میجا با حدش میگه که بچم در مکتب باید پایین بگیر سعدی جان لبای اوه ایروپورت رسیدیم تو کایمده بلیت میگیری به بلیت کجا میرم اوت جان ما بر وقت بلیتی تر گرفتم که گرفتی دیر قدم به قدم قدیم میکو اینه ای اویاکس شاهنازه چی خیلی اینه می 5 دقیقه ده بلیت تیار میکنم اوی نویر حکای عزیزی ما اگر برای شما بلیت سمالیات در کار باشه من هم واتساپی اویاکس شاهنازه رو زنگ بزنین در 5 مینوت صاحبی بلیت میشوین رفتی بچم اینه ما هم گپ زدم تو هم گپ گرداندی و همین کار خوب شی گپ که گرداندی ما هم عصبی شیدم ترا هرچی گفتم گپای بیزیترینی دنیا را بس دست برداشتم حقارت کردم اینمی نوپسندی کردم در پیش گلوکام خوب نشید همین هم زندگی شید زندگی باغ دیل گفتیم داغ دیل نه خیلی مرا میبخشی زنگ جان که از طرفی من نگاه کن مرا بخشیدی اما کیم دیگر حقارت نمیکنین نه موتورسیکل تقویمه چی؟ نه خودش نصیب کنه بالکونی بیبیمه چی؟ بالکونی بیبی تو من چی در کنه در سری قهریه گفتم دا انیق می؟ انیق بیا همین جان گفته زندگی کنیم مال سرتین جانم هستی خوراکات هم یاد کردم زنک جان دیگه تماما آواز بلند نمیکنم طرفی شما مردک جان نخورید این افقات نخورید من برای شما از دیگر افقات میبیارم برای چی آخی؟ برای اون که من درونی افقات شما به زهر انداخته بودم